درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 6 ژانویه. 3 عضو یک خانواده در شهر کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده هلاک شدند. طبیبان شفاخانه مرکزی شهر روز 6 ژانویه به رادیو آزادی گفتند شریفه بدرغیوه و دختر و نبیره 8 سالش را روز 5 ژانویه در حالت وزنین به شفاخانه آوردند، ولی به طبیبان میسر نشد آنها را نجات بدهند. 3 عضو دیگر خانواده بعد از شستشوی معده نجات یافتند و متخصصان میگویند تشخیص‌ها و آزمایش‌ها معلوم می‌کنند که سبب اصلی مرگ 3 نفر کدام غذا بود. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند در فصل زمستان خطر آلوده شدن مردم از سلط و دیگر نوع ترشی‌ها می‌افزاید. وزارت مهنت و شغل اهالی در تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت را برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرده است. در این وزارت به رادیو آزادی گفتند بر اساس طرح باید یک بنیاد یا فاند دستگیری مهاجران کاری تاجیک تشکیل شود که اکثریتشان در روسیه کار میکنند و حقوقشان نیز پیوسته پامال می شود. در صورت تشکیل فاند هنگامی به فلاکت یا مشکلی دچار آمدن مهاجران و یا انتقال جسد مهاجر از حساب این بنیاد پول داده می شود. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و اقامت می کنند و شکایت از آن زیاد است که حکومت تاجیکستان نمی تواند از حقوق آنها حمایت کند و هنگام سختی ها به داد مهاجران نمی رسد. سالانه کمش 1000 مهاجر تاجیک در روسیه می فوتند و هزاران نفر دیگر با بیماری های مختلف و کشور برمیگردند. مقامات انتظامی تاجیکستان 3 نفر را با اتهام غارت یک شعبه صاحبکار بانک در ولایت سوخت دستگیر کردند. با گفته ریاست امور داخلی ولایت، بختیار دادابایف یک کارمند خود بانک با 2 رفیقش دزدی 116,000 سامانی و 630,000 روبل روسی را صحنه‌سازی کردند، ولی به مفتشان میسر شده است این جنایت را در مدت کوتاه آشکار کنند. هر 3 نفر در ویدیوی بازپرسی میگویند میخواستند روز 31 دکبر سال گذشته پول را که باید از صاحبکار بانک به آریان بانک میرسید از خود کنند. به گفته مفتشان این 3 ساکن جوان ناحیه کانیبادام نقشه غارت بانک را 5 ماه آماده کردند و اکنون باید برای عملشان جواب بگویند. یک شرکت چینی اعلام کرد استخراج معدن از کان پاکرو در تاجیکستان حاصل داد و نخستین خشت طلا به دست آمد. در بیانیه رسمی شرکت CNG که امروز نشر شد آمده است خشت‌های اولین طلای کان پاکرو روز 29 دکبر ریخته شد. بر اساس ارزیابی‌ها شرکت CNG قصد دارد سالانه از کان پاکرو تا 2 تن طلا استخراج کند و تولید این متل گرانبها را افزایش داده و تا سال 2018 در یک سال تا به 4 تن برساند. با گفته متخصصان ذخیره پاکرو در دره رامید تا 200 تن طلا دارد. استخراج طلا یکی از ساحه‌های مهم صنعت در تاجیکستان است و ذخیره‌های آن در کشور تا 400 تن می‌رسیده است. شمس‌الله صاحبوف نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیا رهبر انجمن ملی نوهای زمستانه ورزش انتخاب شده است. شمس‌الله صاحبوف که داماد رئیس جمهور امامعلی رحمانیس است روز 2 ژانویه در این مقام عبادالله قربانوف را عوض کرده است، چون به گفته یک منبع در کمیته ملی المپیک تاجیکستان شمس‌الله صاحبوف به لیژرانی و دیگر نوهای زمستانه ورزش توجه زیاد دارد. ورزش‌های زمستانه از جمله لیژرانی در تاجیکستان معمول نیست و برای مثال سال 2014 در بازی‌های زمستانه المپیک در روسیه 1 نفر تاجیکستان را نمایندگی می‌کرد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.